بهر پیشگیری کسلی‌های سیرایتی کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر حصار در اساس نقشه‌های خدمات نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی در نقطه‌های خوراک عموم، نقطه‌های سودا، داروخانه، مؤسسه‌های تعلیمی، مغازه و آشخانه‌های بازار ریدهای مشترک تشکیل نموده در مؤسسه‌های طبابتی سنجش سانیتری و اپیدمیولوژی می‌گذرانند. در رفت گذراندن ریت‌ها از طرف کارمندان مرکز محصولات گوشتی، شیری، محصولات قنادی که مهلت استفاده برایشان گذشته است و صفت پست دارند از معاملات گرفته شد. مرکز ما در اساس کودکس تندرستی جمهوری تاجیکستان که از 30 می 2017 تصدیق شده است، ریدهای خود را به راه مانده شدگی است. نسبت سودای قد کوچکی که امروزها نهایت گرم میباشد که سرایت شبی شهروندان از همین خوراک‌ها که طلبات‌های نگهداری محصولات‌های خوراک‌بری در سودای قد کوچکی که نادرست به راه مانده شدگی هستند، ما عاید همین‌ها ریدها گذرانده برطرف نمودیم. کارمندان ساحت جهت تامین رعایت قاعده‌های سانیتری و گیگینی و پیشگیری پنه‌شوی بیماری‌های سیرایتی ریت‌های مخصوص دایر نموده برای رفع کمبودی‌های جای داشته چاره‌های تأخیرناپذیر می‌اندیشند. در رفت گذراندن سنجش‌ها از طرف کارمندان مرکز صاحبکارانی که برای رعایت نکردن قاعده و معیارهای سانیتری پروتکل حقوق ویرانکنی ترتیب دادند به همه آنها قرار عاید بستن جریمه برآورده شد. برای پیشگیری بیماری‌های سیرایتی نقشه ایلوگی ترتیب داد که در اساس نقشه ایلوگی ما در قهوه‌خانه، خوراک‌های عموم، نقطه‌های سودا و سودای قد کوچکی ریت‌های سنجشی گذراندیم. در ریت‌های سنجشی به ما معلوم شد که نسبت 134 نفر پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شدند که از آنها جریمه ستانیده شدند. در سال سپری شده در شهر حصار یگان بیماری‌های خوفناک زهرالودشوی از خوراک زهرآلود شده به قید گرفته نشده است. مسئولین میگویند که از ورود محصولات پس‌صفت مقدار زیاد از فروش بیرون کردند. همینطور گذراندن چنین ریت‌ها در بازار و مغازه‌های خوراکبری از طرف مسئولین باز ادامه خواهد کرد.